خیلی از دوستان پیام میدن میگن این چه وضعی است، ملاها به جان هم دیگه افتاده. میگیم که والا شیخ فلانی، میگن نه والا این فلان مشکل رو داره. تو از کجا فهمیدی؟ دیروز یک کلیپ در یوتیوب دیدم میگن که این مشکل رو داره. مولای فلانی اونا این مشکل رو داره. دیروز یک کلیپی دیدم که فلان کس برای اونش گفته. میگه پس ما دین از کی بگیریم؟ ما بیزار شدیم، خسته شدیم از دین، از اسلام خسته کردید، ما رو بیزار کردید. فقط کارشانی است که این برای این جواب بده، این برای این جواب بده. مثلا چند وقت پیش یکی از علما یک مطلبی رو گفته بود، یک جوانی اومده بود جوابش داده بود، این عالم آمد معذرت خواست یا به نوعی حرف خودش رو تعدیل کرد، اون جوان رفت به زیارتش پیشش. چقدر خوب است که ما اگر واقعا هدف ما اصلاح است، اما هدف ما اگر که عیب جویی و طعنه زدن و یا بعضیا میخوان که به وسیله اشخاص دیگری خودشان رو چیکار بکنن؟ مشهور بکنن. طرف فلان ابن فلان صفحه زده در فیسبوک، شما برید همه پستاشو ببینید، رد بر مولای فلانی، رد بر استاد فلانی، رد بر شیخ فلانی. در کل صفحه این شخص شما یک مطلب مفید پیدا نمی کنید. این انسان بیمار است، این دعوت نیست. اصلا همین ملا، همین شیخ همین اشتباه رو گفت. تو اگر واقعا دین دوست هستی، بیا همین رو درستش رو چیکار کن؟ در یک برنامه لایف در سوشال میدیا بیان بکن. اکثر این کسایی که این رد فعل و ریاکشن شدیدی که بر علیه علما و دعوتگران دارن، عالم هم نیستن، دعوتگر هم نیستن، انسان‌های جوان‌های ملتزم و دیندار و عادی هستن، یا بعضیشون هم شاید علما و دعوتگران باشن، اونا مستثنا نیستن از این امر. یک اشتباه کوچکی را از یک دعوتگری، یک عالمی دیدن، بعد بیا برنامه لایف برو در فیسبوک و یوتیوب کلیپ درست بکن که بله فلان عالم این حرف رو زده است و طبق قرآن و سنت این جوابش است. در حالی که بررسی میکنی حتی همون قسمتی از سخن اون عالم رو گرفتن، حرفش هم کامل نگرفتن. مثل که یک نفر آمده بود میگن گفت که خداوند در قرآن گفته که وقتی که شراب خوردید نماز نخونید، یعنی در غیر از نماز می توانید شراب بخورید. گفتم دلیلت؟ گفت در قرآن که اومده لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، وقتی که نشه هستید، خمار هستید، شراب خورید، به نماز نزدیک نشوید. در کجا گفته که نماز نخونید، شراب نخورید؟ این فهم که نباشه. حالا شما همین لا تقربوا الصلاتش رو بگیر، درست، انتم سکارایش رو نگیر، فویل للمصلین بگیر، فویل للمصلین رو بگیر. بگو بله فلان دعوتگر گفته که وای به حال کسانی که نماز میخوانن. و اون ادامش الذین هم عن صلاتهم ساهون هم داره. این کار اولا تشهیر است. امروز هم از نگاه شرعی و هم از نگاه مدنی، هر عالمی، هر دعوتگری که بر علیه کسی دیگری صحبت بکنه در هر کشوری که باشه، شما برید در اون دادگاه دعوا باز بکنید بر علیهش، طرف رو میارن محاکمه میکنن. تو حق نداری که تشهیر بکنی طرف رو. حرفی زده، دلش اختیارش، حرف خودش زده، حالا بر حسب قانون مدنی. اما در قانون شرعی الله سبحانه و تعالی کسانی که به دنبال همین چیزا میگردن به اونا چی میگه؟ ویل لکل همزه لمزه، وای به هر طعنه زن چی؟ عیب جوی. فقط به دنبال عیب مردم نباشید. فقط برید مثلا 2 ساعت یک عالمی صحبت کرده، این فقط گشته دنبال یک مطلبی که خب معصوم نیست عالم، توسط وحی که مثل پیامبر کنترل نمیشه. یک مطلب اشتباهی رو ذکر کرده، اشتباهی نیست که کفر باشه، اشتباهی نیست که شرک باشه، اشتباهی نیست که خارج از دین باشه. بعد همین رو تق تق قاطش میکنن، برنامه کلیپ درست میکنن، اشتباهی مولوی فلانی چقدر بزرگ نمایی میکنه. طرف میاد، یعنی تو 2 ساعت برنامه اینو گوش کردی فقط به خاطر اینکه این چند ثانیه رو بگیری. به شما ذکر کردم در یکی از برنامه طرف اومده 5 ثانیه یکی از کلیپ های من رو گرفته از یک جای کات کرده. در اون کلیپ چی میگیم؟ میگم که مکان ایمان در قلب انسان هست، ولکن ایمان بعد از اینکه قلب انسان ایمان آورد، قلب انسان یگانگی الله سبحانه و تعالی قبول کرد، انسان به زبانش بعد اقرار بکنه،
انسان با اعمالش باید این رو ثابت بکنه. یعنی ایمان در حقیقت ایمان بالقلب است، اقرار باللسان است و عمل به جوارح است. این رفته همین قسمت رو کات کرده که ایمان مکانش قلب است. 5 بارم تکرار پشت سر هم، ایمان مکانش قلب. بعد زیرش نوشته محمد انصاری مرجعه شده. این چی است؟ این انسان ها فقط اینا همون طعنه زن‌های عیبجو هستن.